السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي درس لغة عربي کلمه هایی که اینجا میگیم اونها را شما میتونید که در جمله ها بسازید، جمله سازی کنید. یعنی که این بعضی کلمه ها گذشتگی هستن در درس های گذشته، الان بعضی کلمه هایی که ماندگی هستن همونها را ان شاء الله یک درس میکنیم به شما میرسونیم. از جمله حیوانات بسیار هستن در اینجا. یکم چخیلی که شما ببینید نوشته شدگی هست اسدون. اسدون شیر میشود. اسدون خواندنش اسدون هست، شیر میشود. و دیگری که هست نمیرون. نمیرون میگن، نمیرون پلنگ میگن. نمیرون پلنگ. و این کلمه را میتونید که در یکم جمله ساخته شما او را استفاده کنید، چی اسدون باشد چی نمیرون باشد. نمیرون پلنگ را میگن. فیلون. فیلون چخیلی که در لغت تاجیکی فیلش میگن، در لغت عربی هم فیل میشود. یعنی که فرقی ندارد بین لغت تاجیکی و لغت عربی در کلمه فیل. و دیگر کلمه هایی که حوزی در با تاجیکی و عربی هستند اونها را هر آینه میگیم. از جمله همین کلمه فیلون در چی در عربی هم فیلون میشود، در تاجیکی هم فیلون هست. و چخیلی که دیدید اینجا قردون، این در آیت قرآن آمدگی است که بعضی مردم ها را الله پاک میمونشون گرداند. قیردون میمون میشد. کلمه تاجیکی اصلی قطعی میمون دیگر چیز استفاده میکنن، اما اینجا برای فهمیدن، برای تعلیم ما میمون نوشتیم. قیردون میمون میشود. دوبون خیرس میگن. خیرس دوبون میشن. مثلا میتونید بگید که الدوب فی الغابه. مثلا دوب همون خیرس در جنگل هست. غابتون جا گذشته بدیم، گفته بدیم در درس های والله علم چندمی که گفته گذشتگی هستیم. یعنی که حدیقه یا که باغچه، اینا گفته گذشتگی بدیم. و دیگر که هست کلمه تمساحون. تمساحون در حقیقت این کلمه در خوندمون بگیم با قشلاقی یا که استفاده میکنه که به همین کوچگی بگیم کرکدیلش میگیم، اما با فارسیش من را نگفتم به خاطر که از همین کرکدیل مشهور هست. همین کرکدیل من درجه نوشته ماندم تو اینکه همه خیلی استفاده بخورد. و کلمه طاووس. طاووس هم بر خودمون طاووسش میگیم. در لغت عربی هم طاووسش میگن. طاووس یکی از پرنده های بگیم پرهای دراز دارد، بسیار پرنده زیبا هست. و طاووس کلمه عربی هست، در فارسی هم بر یک معنا و بر یک شکل استفاده میخورد. طاووس همون طاووس پرنده را میگن، در عربی هم طاووس همون طاووس میگن. عربی و فارسی در این کلمه بگیم که من پرنده را استفاده میکردگیشون یک هست. طاووس میگن، به تاجیکی هم طاووسش میگن. یکی دیکون. دیکون اینجا گذشتگی بدیم که خروس میشود. و در حدیث هم گفته بدیم که لا تسبوا الدیک، دشنام نکنید خروس رو. همین دیک همون خروس میشود. در حدیث اگر نظر کنید بسیار کلمه‌اش انشالله در حدیث پیدا میشود و شما با فهمیدنتان به خوبتر میشود. چه دیدید اینجا کلمه سقرون. سقرون عقاب رو میگن. سقرون عقاب رو میگن. پرنده ای هست که بگیم پرنده درنده میگن در بعضی کتاب ها. اینها در هم کتاب فقه هم ذکر شده هستن. سقر. سقر عقاب رو میگن. و دیگری که هست عصفورون. عصفورون گنجشک رو میگن. عصفورون گنجشک رو میگن. و یک پرنده خردکه که هست و اون در نزد هم مشهور است که گنجشک چی رو میگن؟ عصفورون میگن عربو. عصفورون. عصفورون گنجشک میشود. نعامتون. نعامه شترمرغ میگن. یک پرنده پوچوی دراز دارد و بگیم که بلند هست. خیلی بگیم پرنده بلند هست، او را چی میگن؟ نعامه. این در کتابای فقه ذکر شده هستن. امام محمد رحمه الله میگه هر کس که نعامه را که بکشد در حج اون جزاش یک گوسفند یا که یک بز هست. نعامه شترمرغ میگن. طیورون. طیور طیر پرنده را میگن. طیور کشید پرنده ها. کلمه طیور پرنده ها را میگن. پرنده داخل هستن، پرنده درنده هستن و پرنده غیر درنده هستن. طیورون پرنده ها همش در بر میگیرد. طیورون پرنده ها را طیور میگن. پرنده. قطن گفته قطن گربه را میگن. قطن یکی هر رو نمیگن شه. قطن سیناورش هم میگن. سینام دارد. قطن هرون سیناور در کتاب چه ذکر شده هستند.
گربه رو میگن. یا اینکه کلبون، این کلب در آیات قرآن هم اومدگی هست. اصحاب کهف وقت ذکر میکنند اونجا کلب ذکر میکند. کلب سگ میشود، سگ میگن کلبون سگ میشه. کلابون که گفتید سگ ها، کلبون سگ میشود، کلابون سگ ها. طریقه خواندنش کلبون سگ. یا اینکه فعرون، فعرون موش رو میگوین. موش رو طریقه خواندنش فعرون، فعرون همزه ساکن دارد و آخرش که از تنوین میگیریشه. فعرون موش میشود. چه طریقه نوشتنش همه خیلی است، میتونه که هم بنویسین هم بخونین. فعرون موش. یا اینکه جملون، جملون شتر رو میگن. جمل شتر رو میگن و شتر چندین نام ها دارد. اونا بگیم که یک سالش نام دیگر دارد، دو سالش نام دیگر دارد، سه سالش نام دیگر دارد. هر یک کدامش در لغت عربی به درجه بگیم لغت عربی بایست که هر یک چیز نام گذاشتگی هست. جملون شتر رو میگن. جملون شتر. یا اینکه کلمه ای که در کلمه فارسی هم یک خیلی استفاده میکنه، در کلمه عربی هم ظرافتون. ظرافتون چه این کلمه تاجیکی هم همین ظرافه میگیم و با کلمه عربی هم ظرافتون گفته استفاده میکنن. همون ظرافه که از حیوان های بسیار گردنی دراز دارد اونا ظرافه میگن. در فارسی هم ظرافه میشه، در عربی هم ظرافه میشه. چه خمون ظرافه مشهور هست که بگیم یک حیوان دراز است. یکی حصانون، حصانون اسب رو میگن. حصانون اسب رو میگن و خیلم میگن شه. با دیگر نوم هم دارد این، چون که از لغت عربی میگیم که چه لغت بسیار کلان است. بسیار حیوانات چند نوم هم استفاده میخورد. از جمله سگ هم مثلا با چند نوم استفاده میخورد. یا اینکه حمارون، حمار خر میگن. بغل کشید خچیر میشه. حمار هم در آیت قرآن آمده است. اسب خیل هم در آیت قرآن آمده است. اینها وقتی که شما اگر که هر آینه خوب حفظ کردید، از یاد کردید، انشالله در فهمیدن حدیث ها هم آیات قرآن هم آسان تان میشه انشالله در آینده. یا اینکه ارنبون، ارنبون خرگوش میگن. ارنبون خرگوش. این ارنب هم در حدیث آمدگی هست و پیامبر خدا صلی الله علیه و نخوردنشون علتش بیان شدگی هست. ارنبون خرگوش. ثعبان، ثعبانون مار میگن. ثعبانون مار میشود. و ثعبان کلمه هست که در عربی طریقه خواندنش ثعبانون، عین است، با هست، نون است. مار، بخمان مار میگیم. و به دیگر معناهایی که مارهای اعلی باشن با اونها با دیگر لفظ استفاده میخورن. یکی ذئبون، ذئبون گرگ میشد. چه در حدیثی گفته بودیم که دو زنک که وقتی که چوب جمع کنی میرن، گرگ یک فرزند یکی آنها را میگیرد میراد، ذئبون میشید. اونا در حدیث اومده که هست گرگم. یا اینکه ثعلبون، ثعلب روباه را میگن. روباه ثعلب میشد. شاید که با اون کلمه دیگه با تاجیکی ادبی بگیم استفاده شاید بخرد، اما ما هم روباه رو که شناس که هستیم روباه میگیم. ثعلبون چی؟ روباه. یا اینکه غزالون، غزالون گفته آهو را میگن. غزالون آهو، یعنی که شاید که بزی کهیشن میگن، الله علم. غزالون آهو میشود. هر کلمه‌ای که با نفهم باشد میتونید بپرسید و هر جایی که خطا باشد بخشیش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درد دل افشان کن، مداوا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. با من درد دل افشان کن، مداوا کردنش با من. بیفشان قطره اشکه کی من نستم خریدارش. بیا بر زره اخلاص کی دریا کردنش با من. بیفشان